مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز دو حالت قلابی خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه رودکی با عریضه مرد 50 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 27 ینوری سال 2022 مرد 24 ساله ساکن امین نویه با روی فریب به باوریش درآمده از او 55,000 سومانی گرفته وعده داده است که بر عوضش خانه استقامتیش را به نامش اجرتگذاری کرده می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 79 ساله ساکن نویه کوشانیان مراجعت نموده است که آخرای سال 2014 مرد 46 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش درآمده برای فروش زمین نزد اولگی از او $10,000 امریکایی گرفته مبلغ‌های گرفته شده را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. وقتهای آخر مقامات میلیشیای تاجیکستان قریب هر روز درباره آشکار شدن حالتهای نو به نو قلابی خبر میدهند. جامعه شناسان میگویند افت ارزش‌های سنتی باعث افزایش حالتهای فریب دادن یکدیگر و خیانت به امانت شده است. روحانیان تاجیک این را به ضعیف شدن ایمان مردم نیز بستگی میدهند.